تا حالا دیدی کسی از صندلی عقب ماشین رانندگی بکنه؟ قطعاً نه. راننده و هدایت کننده این ماشین همیشه جلوی ماشین میشینه، چون باید به فرمون مسلط باشه. حالا میخوام فرض کنی اون ماشین زندگی توه و قاعدتاً هم تو به عنوان راننده جلوی اون ماشین نشستی. تو فرمون رو توی دستت گرفتی. پس چرا میذاری اونایی که روی صندلی عقب نشستن مسیر رو برات تعیین کنن؟ چرا میذاری تماشاچی زندگی گردش به راست و گردش به چپ زندگی تو مشخص کنن؟ چرا اجازه میدی اونا جای تو تصمیم بگیرن؟ یادت نره که فرمون زندگی تو دست خودته. اجازه نده آدمای صندلی عقب مقصد رو برات انتخاب کنن. نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا